سلام بچه ها، خوش اومدی به چنل من. خب امروز قرار پارت دوم آموزش جاکارتی مخملیمون رو انجام بدیم و قرار این دوتا لبه های کناری رو بدوزیم و اندازه بگیریم دقیق. لبه بالایی که قسمت درب جاکارتی میشه حدوداً 6 سانتی متر هستش که روی قسمت جاکارتیمون میاد. دوتا لبه های پایینم قشنگ فیکسش کنید که رو هم باشه و دوخت وقتی دوخت میزنیم مثلا لبه هاشون بالا پایین نشه و صاف و یه دست در بیاد. به این صورت که تو ویدیو تماشا میکنیم. خب سوزنمون رو که نخ کردیم شروع میکنیم به لبه های کیف کارتمون رو میدوزیم. حالا از قسمت بالا یا پایین با هر طرفش راحت ترین شروع به دوخت میزنیم. دوخت ساده ای هستش و نکته خاصی نداره برای شروع، میتونید به راحتی بدوزیدش. بعد دوتا لبه رو قشنگ فیکسش کنید کامل. یه وقت لبه ها بالا پایین نباشه، با سنجاق میتونید محکم نگه دارید و شروع به دوختن کنید. به این صورت دوخت ساده میزنیم. خب من یه طرفشو که دوختم کامل و نخهای اضافه‌مونم مخفی میکنیم. این نخو میبریم داخل کار و داخل کار مخفیش میکنیم. بچه این نکته خاصی داره اینه که لازم نیست که کار رو برگردونیم پشت رو روش کنیم از پشتش بزنیم. همینجور روی کار ما میدوزیم، نیازی نداره که مثلا برعکسش کنیم دوختمون معلوم نباشه. اینطوری این چون کانوای مخملی هستش نیازی نیست دیگه مثلا کارو بچرخونیم و از پشتش بکنیم، چون اونجوری بزنیم برعکس میکنیم یه حالت بدی میفته. این طرفش به همون صورت میبافیم. اینم از دو طرف جاکارتی که دوخته شد و میرسیم به قسمت گوش ها. خب شروع میکنیم. برای شروع گوش ها
برای اول کار 3 زنجیره میزنیم. 1 2 تا و 3 تا. و روی زنجیره اولی ما یه پایه بلند میزنیم. از 4 تا پایه بلند روی زنجیره اول میزنیم. 1 2 تا 3 تا و 4 تا. و یه دونه پایه بستم داخل همون زنجیره میزنیم. به این صورت یه دونه زنجیره کارو محکم میکنیم. خب یه خورده نخ کامامون رو اضافه میذاریم برای دوخت و دوز گوش ها متصل کنیم به جاکارتیمون. حتما نخ بلند باشه. خب اینم از گوشمون و یه دونه گوش دیگه هم میخوایم برای اون طرفش. از قبل بافتم به این صورت. حالا برای متصل کردن گوشامون راحت خیلی ساده دوخت میزنیم. خب میریم سراغ بینی و چشم‌های جاکارتیمون که با یه نخ معمولی، کاموای معمولی قسمت وسط جاکارتیمون رو پیدا میکنیم و شروع میکنیم به دوخت زدنش. و اول از همه من بینی رو میزنم و حدوداً مثلا 2 تا 3 ردی مثلا دوخت میزنم. مثلا بینی میخوام یه خورده برجسته بشه، روش 2-3 دفعه میبافم
بستگی به نوع نخ و کانوایی که دارید استفاده میکنید داره. کانواتون اگه ضخیم‌تر باشه که 2 بار برید بسته، اگه باریک‌تره 3 بار یا 4 بار روش بدوزید دیگه. به این صورت انجام. اینم از دوخت چشم و گوشمون، همه چی تکمیل. فقط میمونه آخر سر برای دکمه. حالا شما دکمه قابلمه‌ای میتونید استفاده کنید یا دکمه منگنتی برای محکم کاریش. حالا هر جور دوست دارید، سلیقه‌ایه، کوچیک یا بزرگ. اگه دکمه قابلمه‌ای استفاده کردین حتما با نخ کانوای ظریف‌تر استفاده کنید به رنگ همون بافتتون و دوخت می‌ذارید محکم میکنید. خب به آخر ویدیو رسیدیم.
امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه مشکلی سوالی داشتید حتما بهم بگید، من جوابتون رو میدم. بعد حمایت یادتون نره، لایک ویدیو هم فراموش نشه، ما رو به دوستان خودتونم معرفی کنید. فعلا خدا نگهدار.